بسم الله الرحمن الرحیم. دانش آموزان از سپاهی دهم رشته انسانی سلام. امروز جلسه اول دوره پیشتاز ریاضی نو رو با هم شروع میکنیم. درس اول، معادله و مسائل توصیف. معادله 4x به علاوه 2 مساوی 10 را در نظر میگیریم. این معادله به ازای x مساوی 2 به یک تساوی عددی تبدیل میشه. حالا ببینیم چرا. این مثبت 2 بیاد پیش این دهه، چون جاش عوض شد علامتش هم عوض میکنیم. مثبت 2 میشه منفی 2. از 10 2 تا برداریم میمونه 8 تا 4 تا x شده 8. طرفین رو به 4 تقسیم کنیم x میمونه 2. درسته. x مساوی 2 را جواب معادله یا ریشه معادله مینامند. پس چه ما بگیم جواب معادله چه بگیم ریشه معادله، هر دوش یه چیزه. فوق‌العاده نکته مهمیه. جواب معادله یا ریشه معادله منظور همون xیه که به ازای اون معادلمون به یک تساوی عددی تبدیل میشه. بریم یه مثال رو با هم ببینیم. با توجه به شکل زیر یک معادله طرح کنید و ریشه آن را بیابید. پس منظور از این که ریشه آن را بیابید چیه؟ یعنی معادله رو حل کنید و جواب x رو پیدا بکنید. پس چه جواب معادله به من بگه چه ریشه معادله بگه، هر دوش ما میدونیم که یه چیزه. پس من بخوام برای این شکل یه معادله بنویسم، 3 تا x، یه دونم یک رو سمت چپ کفه ترازو میبینم و سمت راستش یه دونه عدد 7 رو میبینم. پس 3x به علاوه 1 باید مساوی بشه با چی؟ 7. این معادله که برای این شکل من مطرح میکنم. چون گفته ریشش رو پیدا کن یعنی معادله رو حل کن. کلاس هفتم بود یاد گرفتیم 3 تا قانون داره حل کردن معادله. قانون اولش اینه x ها همیشه باید یه سمت باشن، عددها سمت دیگه. قانون دومش این بود که هر کی جاش عوض شد علامتش رو هم عوض کن. سومین قانونمون این بود برای به دست آوردن جواب x همیشه طرفین معادله رو به ضریب x تقسیم میکنیم. خب الان ببینید این 3x سمت چپ بمونه، این یکه بیاد سمت راست، هر کی جاش عوض شد علامتش رو هم عوض میکنیم، چون مثبته میشه منفی. از 7 یکی برداریم میمونه 6. قانون سوم گفت برای اینکه x رو به دست بیاریم کافیه طرفین رو به ضریب x که عدد 3 تقسیم بکنیم. خب x مون میشه 6 سوم که همون 2. همیشه منظور از حل کردن معادله پیدا کردن جواب معادله یا ریشه معادله اینه که ما x رو پیدا بکنیم و به خاطر این نباید یادمون بره که آخر سر باید طرفین رو به ضریب x تقسیم بکنیم. منظور از ضریب x عددیه که کنار x قرار داره. عددی را بیابید که 2 برابر آن به علاوه عدد 1 برابر با 5 برابر همان عدد منهای 4 باشد. 2 برابر یعنی 2x. چون ما دنبال یه عددی هستیم که از هفتم یاد گرفتیم عددی یعنی x. 2 برابر یعنی 2x به علاوه 1 میشه 2x به علاوه 1 برابر با علامت مساوی رو میذاریم. 5 برابر میشه 5x منهای 4 هم که این منهای 4 رو مینویسیم. پس 2x به علاوه 1 مساوی 5x منهای 4 میشه. الان x ها یه سمت باید باشن، عددهای ثابت یه سمت دیگه. با بردن جملات شامل x به یک طرف تساوی و بردن اعداد ثابت به طرف دیگر تساوی 5x، 2x هم بیاریم پیشش چون مثبت میشه منفی 5x منهای 2x. الان 1 رو داریم 4 هم میاریم پیشش میشه 5. پس 3x مون میشه 5 با تقسیم هر طرف تساوی بر عدد 3. همین نکته‌ای که بهتون گفتم چون ضریب x 3 هر دو طرف الان به 3 تقسیم میکنیم. x میمونه 5 سوم جوابه. الان یه نکته دیگر هم با هم یاد بگیریم. هر معادله به صورت ax به علاوه b مساوی 0 را که در آن a و b اعداد حقیقی و a مخالف صفر یعنی ضریب x هیچ وقت نباید 0 باشه، یه معادله درجه اول مینامد. درجه اول یعنی معادله هایی که توان x تو اونا یکه. ax به علاوه b مساوی 0 همیشه فرمش باید توی ذهنمون باشه بچه ها. ax به علاوه b مساوی 0 درجه 1 چون x از توان 1
چرا توان یکه؟ چون توانش نوشته نشده پس حتما یکه. تنها جواب این معادله از x مساوی منفی ب بر a به دست میاد. خب یعنی من معادلایی که به فرم ax علاوه ب مساوی صفرن بخوام حلشون بکنم کافی بگم x مساوی منفی ب بر a. چراش رو ببینیم. ax علاوه ب رو صفر قرار دادیم. این بیعدد ثابته بره سمت راست میشه منفی ب، چون مثبتی جاش عوض شد علامتش هم عوض. الان طرفین رو به ضریب x که a تقسیم میکنیم. a با a ساده میشه، x میشه منفی b بر a. پس معادلمون ax علاوه ب مساوی صفر شد. سری میگیم ریشش مساوی منفی ب بر a. یه تمرین هم دوباره با هم حل کنیم. یک هواسیل خاکستری دسته ای از هواسیل‌های سفید را در جنگل حرا در جزیره قشم دید. به یکی از آنها گفت اجازه میدهید من هم در گروه شما باشم و با شما پرواز کنم؟ یکی از آنها پاسخ داد اگر معمای زیر را حل کنی تو هم در گروه ما خواهی بود. و ادامه داد ما و نصف ما و نصفه ای از نصف ما گر تو هم با ما شوی ما جملگی 100 میشد. ببینید الان این یک عبارت کلامیه، یعنی یه معادله توصیفیه، یعنی به صورت کلامی به صورت فارسی بهم داده. من اینو باید با نمادهای ریاضی بنویسم. ببینیم که ادامش چی میگه. لطفاً به پرنده کمک کنید تا تعداد پرندگان گروه را تعیین کند و عضوی از گروه آنها باشد. اگر ما را x فرض گفته ما هر جا ما رو دیدی به جاش x بذار. باز دوباره ما یعنی ما به علاوه ما دیگه، به علاوه نصف ما، به علاوه نصف ما، به علاوه یک گر تو هم با ما شوی. این یکه همون گر تو هم با ما شویه. ما جملگی 100 میشه مساوی 100 قرار داد. ما و نصف ما و نصفه ای از نصف ما گر تو هم با ما شوی جملگی 100 میشه. الان به جای ما x گذاشتیم x به علاوه x به علاوه یک دوم x. حالا چرا یک دوم x؟ چون نصف ما، نصف یعنی یک دوم، نصف ما که شد یک دوم x، نصف هم باز یک دومه، به هم ضرب شن یک تا دو تا چهار تا میشه یک چهارم x. نصف چیزی میشه همون یک چهارم اون چیز دیگه، اون چیزمون هم x. پس x به علاوه x به علاوه یک دوم x به علاوه یک چهارم x به علاوه اون یکه شده چند؟ 100. الان ببینید این x ها ضریب ندارن. پس ضریب نداره یعنی ضریبشون چنده؟ یکه. درسته. یه دونه x به علاوه یه دونه x به علاوه یک دوم x و یک چهارم x با اون یکه شده 100. این یک با این یکه میشه 2 به علاوه یک دوم به علاوه یک چهارم. ما این ضریبا رو برمی‌داریم با هم جمع میکنیم. 2 همون 8 چهارمه. چرا؟ چون اگه 8 رو تقسیم بر 4 کنیم میشه 2. اگه 2 رو ضرب در 2 کنیم با این 4 هم مخرج میشه. یک هم ضرب در 2 میکنیم. یک دو تا با اون یکه میشه 3. پس مخرجمون هم 4 شد. 8 با 3 میشه 11 چهارم. یعنی من این ضریبای x ها رو جمع کنم میشه 11 چهارم. خب 11 چهارم چی؟ x داشتیم دیگه. پس معادله به فرم 11 چهارم x به علاوه 1 مساوی 100 میشه. ولی من الان فرم کلی معادله درجه 1 رو یاد گرفتم ax به علاوه ب مساوی 0. پس سریع این معادله رو به فرم ax به علاوه ب مساوی 0 قرار میدم. یعنی چی؟ یعنی اینکه سمت راست بشه عدد 0. یعنی این 100 رو میارم سمت چپ. 11 چهارم x رو مینویسم. مثبت 1 رو هم همینطور. این 100 که مثبت میاد سمت چپ علامتش منفی میشه. پس 11 چهارم x منهای 99 شده 0. این یکی مثبت، 100 منفیه. خب چون هم علامت نیست از هم کم میکنیم. کلاس هفتم یاد گرفتیم دیگه بچه‌ها. توی جمع و تفریق عددهای صحیح اگه هم علامت باشن جمع میشن، اگه هم علامت نباشن از هم کم میشن. از 100 یکی برداریم میشه 99. علامت عددی بیشتر که منفیه میذاریم. پس 11 چهارم x منهای 99 مساوی 0. الان این شد فرم کلی معادله درجه 1 ax به علاوه ب مساوی 0. ولی من میدونم که توی معادله نباید کسری باشه ضریب xمون، به خاطر همین طرفین رو ضرب در 4 میکنم. 11 چهارم x منهای 99 مساوی 0 رو ضرب در 4 میکنم. خب این ضرب در 4 شه، این 4 با این 4 ساده میشه 11 x میمونه. 99 هم ضرب در 4 شه میشه 396 مساوی 0. خب الان ax به علاوه ب مساوی 0 به فرم معادله درجه 1 شد. میگه آیا معادله به دست اومده؟ درجه اوله. بله. چرا؟ چون به فرم ax به علاوه ب مساوی 0.
آ و ب رو خواسته. A من 11، B منم منفی 396. میگه معادله رو حل کن ازم خواسته و تعداد x رو به دست بیار. خب ما میدونیم برای اینکه معادله درجه یک رو حل کنیم کافیه بگیم منفی ب بر آ. بمون منفی 396 بود، قرینش بکنیم میشه مثبت 396، آمون هم 11 میشه 396 11. 396 رو تقسیم بر 11 کنیم جواب 36 رو برامون داد. بچه‌ها ما کلاس هشتم رابطه فیثاغورس رو یاد گرفتیم. رابطه فیثاغورس اولا توی هر مثلث قائم الزاویه برقراره. آقای فیثاغورس به ما گفته که ضلع‌های قائمه رو اگه به توان 2 برسونی با هم جمع کنی توی مثلث قائم الزاویه برابر با توان 2 وتره. وتر کدوم ضلع توی مثلث قائم الزاویه؟ اون ضلعیه که روبروی زاویه 90 درجه است. روبروی زاویه 90 درجه اسمشو میگیم وتر. پس A به توان 2 به علاوه B به توان 2 همیشه برابر C به توان 2. مجموع توان 2 های ضلع‌های قائمه توی مثلث قائم الزاویه برابر توان 2 وتره. به A و B اصطلاحاً میگیم ضلع‌های قائمه، به C هم میگیم وتر مثلثه. الان یه تمرینی از کلاس نهم رو دوباره با هم حل میکنیم. محیط مربعی را به دست آورید که قطر آن 2 رادیکال 5 باشد. به کمک رابطه فیثاغورس داره. ببینید بچه‌ها الان این مربعی که داریم این قطر رو کشیدیم اینجا، این مثلثه شده قائم الزاویه. چرا؟ چون ما میدونیم توی مربع زاویه هامون 90 درجه‌ن. این x نوشته اینجا x نوشته. چرا؟ چون توی مربع هر 4 تا ضلع برابره، به خاطر همین همه اینا x هن دیگه. درسته؟ ضلع‌های قائمه به توان 2 برسه یعنی x به توان 2 علاوه x به توان 2 مساویه وتر رو به توان 2 برسون یعنی 2 رادیکال 5 رو به توان 2 برسون. چرا 2 رادیکال 5 وتره؟ چون ضلع روبروی زاویه 90 درجه است. این یه دونه x به توان 2، این هم یه دونه x به توان 2، با هم میشن 2 تا x به توان 2. خب الان 2 رادیکال 5 رو میخوایم به توان 2 برسیم. 2 به توان 2 میشه 4، رادیکال 5 به توان 2 میشه 5، 4 5 تا میشه 20 تا. بچه‌ها چرا رادیکال 5 به توان 2 شد 5؟ هر عدد زیر رادیکال که فرجش نوشته نشده یعنی اینجا 2 باشه به توان 2 برسه خودش میاد بیرون. یعنی رادیکال 5 به توان 2 خود 5 میاد بیرون. پس 2 به توان 2 هم که شد 4، 4 رو به 5 ضرب کنیم میشه 20. چرا ضرب کردیم؟ 2 رادیکال 5 یعنی 2 تا رادیکال 5 یعنی 2 ضرب در رادیکال 5. ما کلاس هفتم یاد گرفتیم علامت ضرب نوشته نمیشه. پس 2 تا x به توان 2 که شده 20. الان هر دو طرف رو به 2 تقسیم میکنیم. 2x به توان 2 تقسیم بر 2 این 2 میره x2 میمونه. 20 تقسیم بر 2 بشه میشه 10. پس x به توان 2 شده 10. فوق العاده نکته مهمیه. توان 2 یه چیزی مثل x بشه 10 خود اون x میشه مثبت منفی رادیکال 10. چون اندازه هر ضلع مربع اندازه مثبتیه پس ما مثبت رادیکال 10 رو قبول میکنیم. پس x مساویه مثبت رادیکال 10 و محیط مربع فوق برابر است با محیط مربع. محیط رو همیشه با پی نشون میدیم. مساویه 4x. x رو رادیکال 10 به دست آوردیم پس میشه 4 تا رادیکال 10 محیطمون. معادله 2x به توان 2 مساوی 20 را یک معادله درجه دوم مینامیم. درجه دوم یعنی توان x مون 2. به ضریبش ربط نداره ها بچه ها، به توان x ربط داره. قبلا ax به علاوه به مساوی 0 رو درجه 1 گفتیم معادله درجه 1 که جوابش شد منفی ب بر آ. الان میخوایم معادله درجه 2 رو هم یاد بگیریم. عددی را بیابید که مربع آن، مربع یعنی توان 2 کلاس هفتم یاد گرفتیم، 3 برابر خود همان عدد. عددی یعنی x، مربع یعنی توان 2 پس x به توان 2 بشه 3 برابر همون عدد یعنی 3x. ببینید کلامی و یعنی معادله توصیفی رو من چطور به نمادهای ریاضی میخوام تبدیل کنم. مربع یعنی توان 2، عددی یعنی x پس x به توان 2 3 برابر خود همان عدد. همون عدد کی بود؟ x بود میشه 3x. ببینید
x به توان 2 مساوی 3x. جوابهای این معادله را می توانید حدس بزنید. آیا این معادله بیش از یک جواب دارد؟ از میان مقادیر زیر کدام یک میتواند جواب معادله باشد؟ چرا؟ بچه‌ها ما همین چند لحظه پیش یاد گرفتیم جواب معادله هر عددی که به ازای اون تساوی عددی رو تبدیل بکنیم. یعنی اگه به جای x3 بذاریم x به توان 2، یعنی 3 رو به خودش ضرب کن، 3 تا 9 تا. الان به جای x3 بذار 3 تا 9 تا. بله این تساوی رو به من میده، پس x مساوی 3 جواب یا ریشه معادله است. به جای x4 بذار x به توان 2، یعنی 4 به توان 2 که میشه 16. 3x یعنی 3 ضرب در 4، 3 4 تا 12 نمیتونه جوابمون باشه. x مساوی منفی 3، x به توان 2 اگه به جای x منفی 3 بذاریم میشه 9، 3x میشه منفی 9. چون 9 با منفی 9 برابر نیست و تساوی عددی رو به من نداد، x مساوی منفی 3 جواب معادله من نیست. به جای x میگه 1 بذار، x به توان 2 میشه 1 به توان 2 که میشه 1. 3 1 تا 3 تا 1 با 3 برابر نیست، پس این هم جواب معادله من نیست. x مساوی 0، به جای x 0 بذار، 0 به هر توانی برسه میشه 0. 3 ضرب در 0، هر عددی ضرب در 0 میشه 0. 0 مساوی 0. بله پس چون به ازای x مساوی 0، x به توان 2 مساوی 3x به یک تساوی عددی، یعنی 0 مساوی 0 به یه مساوی 0 مساوی 0 تبدیل شد، پس میگیم این جواب معادلمون هم هست. به جز روش حدس برای حل معادله فوق از روش تجزیه نیز میتوانیم استفاده کنیم. x به توان 2 مساوی 3x. این 3x رو بیاریم پیش x به توان 2، چون مثبته میشه منفی. x به توان 2 منفی 3x مساوی 0. الان ببینید هر دوی اینا توی x مشترکن. چرا؟ همیشه توی تجزیه کردن تبدیل به ضرب یا فاکتورگیری که از کلاس هفتم خوندیم، کلاس هشتم کامل شد و کلاس نهم حالتهای خاصش رو هم یاد گرفتیم، میتونیم از x فاکتور بگیریم. پس پرانتز رو باز میکنیم و بیرونش x رو مینویسیم. x به توان 2 و اینجا این xی که توانش 1 بیرونه. اینجا میگیم ما x توانش 2 ولی یکی از این x ها بیرونه، پس یکی میمونه، این x رو مینویسیم. 3x این x بیرونه، پس منفی 3 میمونه داخل پرانتز. قشنگ توضیح رو ببینید. من x به توان 2 منفی 3x رو دارم که میخوام از x فاکتور بگیرم. x چون توان نداره 1، اینجا x توانش 2، یکیش بیرونه، چند تاش میمونه تو؟ یکیش. 3x خب x بیرونه دیگه، منفی 3 میمونه فقط. یه نکته فوق العاده مهم، موقعی که ضرب 2 عبارت بشه 0، تک تکشون رو 0 میذاریم. اگه آ ضرب در ب بشه 0، نتیجه میگیریم آ 0 یا b 0. x ضرب در x منهای 3 شده 0، نتیجه میگیم یا x 0 یا x منهای 3 0. اگه x 0 باشه که x مون 0، اگه x منهای 3 0 باشه خب این منفی 3 بیاد این ور میشه مثبت 3 دیگه، درسته؟ پس x مون میشه 3، یعنی از 3 تا بردارم میشه 3. پس الان دو تا جواب برای x پیدا شد، 0 یا 3. همون بالا که با حدس و آزمایش هم حل کردیم، دیدیم x مون 0 یا 3. معادله درجه دوم معادله‌ای به شکل ax2 به علاوه b x به علاوه 3 مساوی 0 که در آن آ مخالف 0 ضریب x به توان 2. پس درجه 2 یعنی توان x 2 و هیچ وقت این a یعنی ضریب x به توان 2 نباید 0 باشه، یعنی حتما باید x به توان 2 رو اینجا داشته باشم. b ضریب x و c عدد ثابته. پس b ضریب x همیشه، c هم یه عدد ثابته. فرم کلی معادله درجه یکمون شد ax به علاوه b مساوی 0. فرم کلی معادله درجه دومون شد ax2 به علاوه bx به علاوه c مساوی 0. b ضریب x و c یه عدد ثابت. بچه این جلسه همینجا تموم میشه. اگه خدا بخواد جلسه بعد میبینمت.